سلام و درود به شما و شب قشنگی که پیش رو دارید. به صفحه شب بخیر خوش آمدید. من تاها هستم و هستم که چشمای ناز شما رو به گرمای گیرای خواب امشب پیوند بزنم. مانده به آغاز قصه امشب تشکر ویژه میکنم اگر جهت حمایت از کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا با قصه های جدید شبانه به استقبال خواب های طلایی بریم، تا شاید این آرامش شبانه بهونه‌ای بشه برای آرامش روزی که در پیش رو داریم. رفته سر دماغ آمدم و خندان شادمان رو به مصطفی نموده گفتم اولین بار است که از تو یک کلمه حرف حسابی میشنوم، ولی به نظرم این گره فقط به دست خودت گشوده خواهد شد. باید خودت مهارت به خرج بدهی که احدی از مهمانان در صدد دست دادن به این قاز برنیایند. مصطفی هم جانی گرفت اگرچه هنوز دستگیرش نشده بود که مقصود من چیست و مهارش را به کدام جانب میخواهم بکشم. آثار شادی در وجناتش نمودار گردید. بر تعارف و خوش زبانی افسوده گفتم چرا نمیایی بنشینی؟ نزدیکتر بیا، روی این صندلی مخملی پهلوی خودم بنشین، بگو ببینم حال و احوالت چطور است؟ چه کار میکنی؟ میخوای برایت شغل و زن مناسبی پیدا کنم؟ چرا گز نمیخوری؟ از این باقلوا نوش جان کن که سوغات یزد است. مصطفی قد دراز و کج و معوجش رو روی صندلی مخمل جا داد و خواست جویده از این بروز محبت و دلبستگی غیر مترقبه هرگز ندیده و نشنیده سپاسگزاری کنه، ولی مهلتش نداد و گفتم استغفرالله، این حرفا چیست؟ تو برادر کوچک من هستی، اصلا امروز هم نمیگذارم از اینجا بروی، باید میهمان عزیز خودم باشی. 1 سال تمام است این طرف ها نیامده بودی، ما رو یک سره فراموش کردی و انگار نه انگار که در این شهر پسر عمویی هم داری. معلوم می شود از مرگ ما بیزاری، الا و بلا که امروز نهار را باید با ما صرف کنی. همین الان هم به خانم می سپارم 1 دست از لباس های شیک خودم هم بدهد بپوشی و نونوار که شدی باید سر میز پهلوی خودم بنشینی. چیزی که هست ملتفت باش وقتی بعد از مقدمات آش جو و این کباب بره و برنج خورش گاز را روی میز آوردند میگویی ای بابا دستم به دامنتان، دیگر شکم ما جا ندارد، اینقدر خورده ایم که نزدیک است بترکیم. کاه از خودمان نیست کاهتان که از خودمان است. واقعا حیف است این قاز به این خوبی را سگ خور کنیم. از طرف خود و این آقایان استدعای عاجزانه دارم، بفرمایید همینطور این دوری را برگردانند به اندرون و اگر خیلی اصرار دارید ممکن است بازی که از ایام همین بهار خدمت رسیده از نو دلی از عزا درآوریم، ولی خدا شاهد است اگر امروز بیشتر از این به ما بخورانید همینجا بستری شده وبال جانت میگردیم، مگر آنکه مرگ ما را خواسته باشید. آن وقت من هرچه اصرار و تعارف میکنم تا بیشتر امتناع میورزی و به هر شیوهی که هست میهمانان دیگر را با خودت همراه میکنی. مصطفی هم که با دهان باز و گردن دراز حرفهای مرا گوش میداد پوزخند نمکینی زد، یعنی که کشک، و پس از مدتی کوک کردن دستگاه صدا گفت خب دستگیرم شد، خاطر جمع باشید که از عهده برخواهم آمد. چندین بار درسش را تکرار کردم تا از بر شد. وقتی مطمئن شدم که خوب خرفهم شده برای تبدیل لباس و آراستن سر و وضع به اتاق دیگرش فرستادم. 2 ساعت بعد مهمانها بدون تخلف تمام و کمال دور میز حلقه زده در صرف کردن صیغه بلعت اهتمام تامی داشتند که ناگهان مصطفی با لباس تازه و جوراب و کروات ابریشمی ممتاز و پوتین جیر براق و زراق و فتان و خرامان چون طاووس مست وارد شد.
صورت را تراشیده، سوراخ و سنبه و چاله و دستاندازهای آن را با گرد و کرم کاهگل مالی کرده، زلفها را جلا داده، پشمهای زیادی گوش و دماغ و گردن را چیده و معطر و منور، گویی یکی از عشاق نامی سینماست که از پرده به در آمده و مجلس ما را به طلعت خود مشرف و مزین نموده باشد. خیلی تعجب کردم که با آنقدر دراز چه حقی به کار بسته که لباس من اینطور قالب بدنش در آمده است. گویی جامه‌ای بود که درزی ازل به قامت زیبای جانب ایشان دوخته است. آقای مصطفی خان با کمال متانت و دلربایی تعارفات معمولی را برگزار کرده و با وقار و خونسردی هرچه تمامتر به جای خود زیر دست خودم به سر میز قرار گرفت. او را به عنوان یکی از جوانهای فاضل و لایق پایتخت به رفقا معرفی کردم و چون دیدم به خوبی از عهده وظایف مقرره خود برمیآید، قلباً مسرور شدم و در باب آن مسئله معهود خاطرم داشت به کلی آسوده میشد. به قصد ابراز رضایتمندی خود گیلاسی از عرق پر کرده و تعارف کنان گفتم: آقای مصطفی خان، از این عرق اصفهان که الکلش کم است 1 گیلاس نوش جان بفرمایید. لبها را قنچه کرده گفت: اگرچه عادت به کنیاک فرانسوی ستاره نشان دارم، ولی حالا که اصرار می‌فرمایید اطاعت می‌کنم. این را گفته و گیلاس عرق را با یک حرکت مچ دست ریخت در چاله گلو و دوباره گیلاس را به طرف من دراز کرده گفت: عرقش بدطعم نیست، مزه ودکای مخصوص لنینگراد را دارد که اخیراً شارژدافر روس چند بطری برای من تعارف فرستاده بود. جای دوستان خالی، خیلی تعریف دارد، ولی این عرق اصفهان هم پای کمی از آن ندارد. ایرانی وقتی تشویق دید فرنگی را توی چیوش میگذارد. 1 گیلاس دیگر لطفاً پر کنید ببینم چه درد سر بدهم. طولی نکشید که 2 سلس شیشه عرق به انضمام مقدار عمده از مشروبات دیگر در خمره شکم این جوان فاضل و لایق سرازیر شد. محتاج به تذکر نیست که ایشان در خوراک هم سر سوزنی قصور را جایز نمی‌شمردند. از همه اینها گذشته از اثر شراب و کباب چنان قلب ماهیتش شده بود که باور کردنی نیست. حالا دیگر چانش هم گرم شده و در خوش زبانی و حرافی و شوخی و بذله و لطیفه نوک جمع را چیده و متکلم وحده و مجلس آرای بلا معارض شده است. کلید مشکل گشای عرق قفل توپق را هم از کلامش برداشته و زبانش چون ذوالفقار از نیام برآمده و شق القمر می‌کند. این آدم بیچشم رو که از امام زاده داوود و حضرت عبدالعظیم قدم آن طرف نگذاشته بود، از سرگذشت‌های خود در شیکاگو و منچستر و پاریس و شهرهای دیگر از اروپا و آمریکا چیزها حکایت می‌کرد که چیزی نمانده بود خود من هم بر منکرش لعنت بفرستم. همه گوش شده بودند و ایشان زبان. عجب در این است که فرو رفتن لقمه های پی در پی ابدا جلوی صدایش را نمی گرفت. گویی حنجرش 2 تن پوشه داشت، یکی برای بلعیدن لقمه و دیگری برای بیرون دادن حرفهای قلمبه. به مناسبت صحبت از 13 عید بنا کرد به خواندن قصیده‌ای که می گفت همین دیروز ساخته است. فریاد فغان و مرحبا و آفرین به آسمان بلند شد. 2 نفر از آقایان که خیلی ادعای فضل و کمالشان میشد مقداری از ابیات را 2 بار و 3 بار مکرر خواستند. یکی از حضار که کباده شعر و ادب میکشید چنان محظوظ گردیده بود که جلو رفته جبهه شاعر را بوسید و گفت: ای والله حقیقتا استادی، و از تخلص او پرسید. مصطفی به رسم تحقیر چین به صورت انداخته گفت: من تخلص را از زوائد و از جمله رسوم و عاداتی میدانم که باید متروک گردد، ولی به اصرار مرحوم ادیب پیشاوری که خیلی به من لطف داشتند و در اواخر عمر با بنده معلوف بودند و کاسه و کوزه یکی شده بود، کلمه استاد را بر حسب پیشنهاد ایشان اختیار کردم، اما خوش ندارم زیاد استعمال کنم. همه حضار یک صدا تصدیق کردند که تخلصی پس بجاست و واقعا سزاوار حضرت ایشان است. در آن اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای عمارت بلند شد. آقای استاد رو به نوکر نموده فرمودند: هم قطار احتمال میدم وزیر داخله باشد و مرا بخواهد. بگویید فلانی حالا سر میز است و بعد خودش تلفن خواهد کرد. ولی معلوم شد نمره غلطی بوده است. اگر چشمم احیانا توی چشمش میافتاد با همان زبان بی زبانی نگاه
حقش را کف دستش میگذاشتم، ولی شستش خبردار شده بود و چشمش مثل مرغ سربریده مدام در روی میز از این بشقاب به آن بشقاب میدوید و به کائنات اعتنا نداشت. حالا آش جو و کباب بره و پلو و چلو و مخلفات دیگر صرف شده است و پیش در آمده کنسرت آرخ شروع گردیده و موقع مناسبی است که کباب قاز را بیاورند. دلم میتپید و برای حفظ و حصانت قاز در دل فالله خیر الحافظین میگویم. خادم را دیدم قاب بر روی دست وارد شد و یک رأس قاز فربه و برشته که هنوز روغن در اطرافش وز میزند در وسط میز گذاشت و ناپدید شد.